درست کردن مرغ رو همه بلدن. من مریم هستم و میخوام امروز بهتون یه مرغ زعفرونی فوق‌العاده خوشمزه آموزش بدم. با من همراه باشید. من مرغامو از شب قبل توی آب و سرکه و کمی لیمون میذارم تا بوی زهمش گرفته بشه. قبل از پخت مرغ اونا رو از آب خارج میکنم، میشورم و خشک میکنم. توی روغن داغ و با زعفرون دو طرف مرغمو سرخ میکنم و مرغامو که سرخ کردم از ماهیتابه خارج میکنم. برای این دستور شما نیاز به پیاز فراوون دارید. 5 تا پیاز رو حلقه خورد کردم، نصفشو کف ماهیتابه ریختم، یه مقدار فلفل دلمه ریختم و مرغ‌ها رو روی این پیاز و فلفل دلمه چیدم. در ادامه چند حبه سیر هم اضافه کردم و ما بقیه پیاز رو روی مرغا ریختم و مرغا رو پوشوندم. یک زعفرون غلیظ و دم کرده حسابی به این ترکیب اضافه کردم و در ماهیتابه رو گذاشتم و اجازه دادم که همه آب بندازن و مزه به خورده هم برن. زمان